امروز در قصر میلاد اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون هیئت وکیلان پارلمانت اروپا را با راهبری دیوید مکالیستر به حضور پذیرفتند. در جریان ملاقات مسائل رشد همکاری تاجیکستان و اتحاد اروپا از جمله رابطه‌های بین پارلمانی جانب‌ها بررسی کرده شدند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمون با یادآوری از موقع خاصه اتحاد اروپا در سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان از جریان رشد و توسعه و سطح امروزه مناسبت‌ها در ساحه‌های سیاسی و اقتصادی، امنیتی و فرهنگی، اینچنین در حل و فصل مسائل‌های مبرم منطقوی ساری قناعتمندی کردند. جانب‌ها نقش پارلمانت‌ها را در رشد و توسعه مناسبات مهم ارزیابی کردند. از سهم نظارت کمیسیه و کمیته همکاری بین پارلمانتی تاجیکستان اتحاد اروپا در روند تقویت همکاری درازمدت جانب‌ها یادآور شدند. سرور دولت دستگیری تاجیکستان را از جانب اتحاد اروپا در دوره اوج پاندمی قدردانی کردند. در جریان ملاقات جانب‌ها مسائل‌های عمده مناسبت‌های سیاسی و اقتصادی و همکاری‌ها در ساحه امنیت را بررسی کرده عاید به استفاده امکانات وسیع همکاری سودمند در ساحه‌های مختلف تجارت، اقتصاد و سرمایه‌گذاری تبادل اندیشه نمودند. ضمن ملاقات جانب‌ها با مسائل‌های تطبیق استراتژی ملی رشد کشور تا سال 2030 و 10 ساله نو بین‌المللی آب برای رشد استوار اهمیت خاصه ظاهر کردند. در رفت ملاقات جانب‌ها همچنین وضعیت امروزه افغانستان را مورد بررسی قرار داده اطراف دیگر مسائل‌های عمده منطقوی و گلوبالی مبادله افکار نمودند. در جریان ملاقات همچنین مسائل‌های مبارزه مشترک با تهدید و خطرهای گلوبالی بررسی گردیده ادامه شریکی جانب‌ها در چارچوب برنامه‌های بامک و کدب ضرور شمرده شد.